بینندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار در استودیو با شما زیبا ساجدینова. از 1 ایول در اساس دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بازدید گروه کاری تحت راهبری شیرین اسمت الله زاده با مقصد شناسایی با وضع ساحه‌های معارف و تندرستی و دیگر ساحه‌های اجتماعی به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان آغاز گردید. بازدید کاری اعضای حکومت جمهوری تاجیکستان سراول از ناحیه درواز آغاز گردیده نیمه دوم روز چهارشنبه جهت شناس شدن با وضع آمادگی مؤسسه‌های معارف و تندرستی و رفت کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از مرکز ناحیه ونج انجام داده شد. از جریان سفر کاری معاون سروزیر مملکت همکارانمان گزارش می‌دهند. گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان که تحت راهبری شیرین اسمت الله زاده به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان از 1 ایول سال جاری ادامه یافت، نیمه دوم روز از مرکز ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان صورت گرفت. هیئت مهمانان از جریان کارهای آبادانی سازندگی در یک قطار انشاد ساخته شونده مرکز ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان از نزدیک آشنایی پیدا نمود. ذکر شد که طی سالهای صاحب استقلالی مملکت و جد و تلاش‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان مرکز ناحیه ونج به یک شهرک زیبا و زمانوی مبادل گردیده با قامت افروختن انشاد خوشتر و زمانوی، تخت و هموار شدن راه و چراغان شدن مرکز ناحیه سیمای خود را کاملا دگرگون کرد. زمین‌شناسایی از ساختمان بینای سیاه‌شونه کودکستان برای 200 جای در مرکز ناحیه که کارهای ساختمانی با مرام جریان دارند از نزدیک دیدن کرده به مسئولین ساحه جهت وسعت بخشیدن کارهای ساختمانی و با صفت بلند انجام دادن بینای زیبای کودکستان حاضر زمان مصلحت‌های سودمند دادند. اطلاع داده شد که به استقبال 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 102 انشاد تعیینات گوناگون با مبلغ 70 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است که تا امروز 17 انشاد با ارزش 13 میلیون و 813 هزار سومانی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. کارهای ساختمانی از قبیل دیواربندی، اندوه‌کنی در آشانه یکم به آخر رسیده، در آشانه دوم اندوه‌کنی بند و بست تجهیزات برقی ادامه دارد. در آشانه سوم باشد دیواربندی در جریان بوده، معماران به کارهای بتون ریزی مشغولند. هیئت گروه کاری بعد شناسایی از روند کارهای سازندگی از بینای دو آشانه کمیسریت حربی ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان که در روزهای جشن انتظار مورد بهره برداری قرار داده می شود دیدن کرد. اطلاع داده شد که ضمن سفر کاری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه ونج در سال 2018 جهت به طلبات زمان جوابگو ساختن بینای نوی کمیسریت حربی به وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان دستور داده شد. بنا دارای اتاق‌های کاری و شرایط ارزنده برای کارمندان کمیسریت حربی پیش بینی شده، کارهای آرایشی در داخل و حدود عمارت با سرعت پیش می‌روند. شیرین اسمت الله زاده و هیئت کاری از آمادگی بینای با حاشیه مؤسسه تاسیسات میانه عمر رقم 4 مرکز ناحیه ونج از نزدیک شناس گردیدند. مؤسسه زمانوی با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان قامت افروخته همچون تحفه ارزشمند پیشوای ملت برای خوانندگان مرکز ناحیه ونج به شمار می‌رود. این درگاه چراغ دانش برای 640 خواننده بنیاد شده، دارای خانه‌های زیبا و زمانوی و جوابگو به طلبات زمان است. هیئت استادان این مؤسسه مذکور به سال نو خواندش آمادگی جدی دیده برای پیشواز شاگردان از تمام امکانات کار می‌گیرند. راهبر گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان با مدیر شعبه معارف ناحیه ونج جهت در سطح بلند تشکیلی آماده کردن مؤسسه‌های تعلیمی حدود ناحیه ونج با آغاز سال نو تحصیل و از تعمیر خوشصفت برآوردن همه مؤسسه‌های تعلیمی با آمادگی پوره به دوره تیر ماه زمستان سال‌های 2020-2021 مخصوصاً تاکید داشت. بعد شناسایی از وضع کنونی مؤسسه‌های ساحه معارف، معاون سروزیر کشور شیرین اسمت الله زاده بابت تحلیل حالت واقعی پیشگیری و تبابت بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 و گذراندن کارهای فهماندهی میان ساکنان از مرکز سلامتی و بیمارخانه مرکز ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان با وضع تبابت مریضان و دسترسی آنها به موادهای دارویی از حجره‌های گرفتاران بیماری سیرویتی دیده نمود. ذکر شد که طبیبان بیمارخانه مرکز ناحیه ونج برای پیشگیری از سیرویتیابی به این مریضی از تمام امکانات‌های موجوده کار گرفته برای از میان برداشتن بیماری کووید 19 تلاش‌های زیادی را به خرج دادند. غمخوری‌های پیوسته از سالگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در روزهای دشوار و با مواد غذایی و دارویی تامین نمودن کارمندان ساحه تندرستی و مریضان را روبلند نموده مسئولیت پرشرف طبیبان را دوچند زیاد کرده همه مریضانی که زیر تبابت طبیبان قرار داشتند کاملا شفا یافته به نزد پیوندان خویش جواب داده شدند. مهمانان از شعبه‌های بیمارخانه مرکزی دیدن کرده و مسئولین بیمارخانه جهت آمادگی به دوره زمستان و ذخیره کردن مواد غذایی و دارویی اینچنین
дар расонидани хизматрасонӣ бо сифати тандурустӣ ба маризон дастуру маслиҳатҳои муфид баён доштанд. сафари кории ҳайати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сарвазири кишвар дар шаҳру ноҳияҳои вилоят идома дорад.